ولی وقتی من به پختن کیک فکر میکنم پشتم تیر میکشه و احساس میکنم سردم شده. وای دیانا، چیکار کنم اگه کیکم خراب بشه؟ دیشب خواب دیدم یه کوچوله بدقواره خپل منو دنبال کرده و روی سرش کیک چند طبقه گذاشته. با همه اینا من بهت قول میدم که کیکم خوب بشه. تو چه خوابایی میبینی؟ چرا فکر میکنه کیکت خوب نشه؟ راستشو بخوای نمیدونم چرا، شاید میترسم. کیکی که تو درست کرده بودی و آوردی تو جنگل با هم خوردیم همه چیزش خیلی خوب بود. من اصلا فکر نمیکردم خوشمزه شده باشه. دیانا تو فوق‌العاده‌ای. اگه تو نبودی من شجاعتمو از دست میدادم. اما کیک پختن مثل بقیه حساب کتاب نداره. درست همون موقع که آدم دلش بخواد خوب بشه بد میشه. نگرانی های آنه بیهوده بود. کیک همون شکلی شد که باید میشد. آنه از خوشحالی میون ابرا پرواز میکرد. آنه کیک رو لایه لایه برید و روی هر لایه مربای تمشک مالید. این قسمت کارم بدون مشکل انجام شد. وقتی که داشت با علاقه روی کیک رو تزیین میکرد مدام سعی داشت بتونه عکس العمل خانم آلن رو موقع خوردن کیک تصور کنه. خیلی خوشمزه است. میشه یه تیکه دیگه به من بدین؟ البته خانم آلن.